گلهای تازه، برنامه شماره 84 با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیر ناصر افتتاح. غزل از حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. هاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل میزنم این کار کی کنم. مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار بانگ بربط و آواز نی کنم. از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق می کنم. کی بود در زمان وفا جام می بیار، تا من حکایت جم و کاووس کی کنم.
پیک صبح تا گله های شب فراق، با آن خجسته طالع فرخنده پی کنم. مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم، در کار بانگ بربط و آواز نی کنم. هاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل میزنم این کار کی کنم.
حاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من را فرق میزنم این کار که کنم جان یا مطرب کجاست، مطرب کجاست تا همه محصول زهد و عل در کار بانگ بربط و آواز نی کنم یا
از قیل و قول مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق می کنم. کی بود در زمان وفا جام می بیار تا من حکایت جم و کابوس کی کنم یا کوپنک صبح تا گله های شب فرا
بان خجسته تانه فرخنده پی کنم یا بان خجسته تانه فرخنده پی کنم جانم یارم جان آید که به حافظ سپرد دوست روزی رخش ببینم تسلیم وی کنم یا روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم امان این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم
برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 84 بود که با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیر ناصر افتتاح در شور اجرا شد.